بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما وطندارای عزیز و نازنین. خدا کنه که در هر نقطه از دنیا که هستین خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. احمد نوید حیدری امروز باز در خدمت شما است با یک گزارش ویژه دیگر، یک منطقه دیگر، یک فضای دیگر، یک خرید فروش دیگر و یک مردم دیگر. آمدیم امروز چهارراه 500 فامیلی. نام خدا چه خوب یک جمع جوش و بیر و بار هم هست این منطقه. خواستیم از این منطقه براتون یک گزارش تهیه بکنیم و از آب و هوای از این منطقه یک دقیقه لذت ببریم و از حال مردم از این منطقه با خبر شویم که کی مصروف چی کار هست و چی کارا میکنن، بازارهای از این منطقه چطور هست و خرید فروش چطور هست. و ناگفتنمون امروز یک موضوع بسیار جالب را انتخاب کردیم که همه ما و شما از زمان طفولیت، از زمان کودکی در دل و در ذهن خود یک آرزو داشتیم که بعضها رسیده و بعضها نرسیده. میخوایم امروز امیر از دل مردم دردش بیرون بکنم که مردم ما امی آرزویی که داشتن رسیدن نرسیدن، چی آرزوها داشتن از اون دوران طفلی که تا به حال برش نرسیدن. صحبت‌های خود ادامه میتون بخیر ما رو بیننده باشین ببینیم که کیها چی گفتنی داره. پدر مانده نباشی. خوب هستی؟ جان و جور است؟ خیرتی است؟ بخیر هستی؟ صحبت بخیر. صبح تو بخیر جان. خوب هستی؟ خیرتی دارین بخیر باشین. امروز صبح بخیر آغاز کردی؟ بخیر باشین جانم. خودتان خوب هستین؟ خیر نصیب زنده باشی. نه شروع کردی بخیر در کار دیگه. وقتی چیندن است. وقت چیندن است. بیشک والا چه گلای مقبول هم داری. چطور از بازارهای گل چطور از این منطقه 500 فامیلی؟ والا خوب است اما فعلا پیشوار بازارا نیست دیگه. کم شده یک ذره. مردم هم یک ذره اقتصادشان ضعیف است و کس وقت گل هم دیگه فعلا خوش نمیکنه چون نان نباشه گل از کجا کنه. خیر برای خود آدم که نباشه برای گل از کجا کنه. همه طور است. بیشک والا بیشک. باز هم اگر کار ما کمچین شده خب باز هم ما شوقش هم داریم مفروشیم. باش که وطندارای ما یک ذره تبشان دیگه شوه. خیر نصیبت خدا کمت نکنه. که و فکر وطندارا و فکر مردم هستی خدا و فکر خودت باشه. خیر باشین جان. خیر نصیبت. چقدر وقت میشه گل فروشی میکنی؟ والا از من تقریبا دیگه 16 سال شد اینمی کسب ماست. آفرین. اینمی مسلک ماست دیگه. خودت چند سال هستی؟ خودم عمرم 27 سال عمرم است. از 9 سالگی و 10 سالگی آمدی؟ از این موقع وقت آمد. بشکت والا بشکت است. همین کسب من خوب خوشت میاد دیگه. والا کسب پدری ما است. تو گلان گل خوش ما میاد. مثال گلای تازه طبعا است. کل مردم گل باز باشی یک گل خوب شه و یک گل که بسیار خاص باشه را حتما برای خود نگاه میکنی. کدام دانم تو گل خاص خوبش داری برای خودت؟ چرا نه خودم با خودم با کل وطندارم تو گلای خاص میارم. گلای علاقمندی برشان آفرین خدا کمت نکنه. بشکت است. یعنی قیمتی ترین گلت کدام است؟ دیا خب قیمت ترین رو ندارم باز در گلخانه دارم قیمت ترین گل تا 2000 فعلا اینجا دارم. در کراچی تا چند است از اینجا؟ باز در کراچی من دیگه از 50 افغانی شروع است تا 40 روپیه 30 روپیه. آفرین. اینی گلا مثلا چند است؟ چقدر مقبول است والا کریمی صاحب؟ دیگه کام 50 روپیه با هم وطنای ما.
آفرین بشک به اینا خدا. هم همچنانی نی ختم گلای گلدانک ملدانک گل ملش آه، کلش. چرا؟ هم گلدانش هم گلش هم گلش هم میتی تانده 50 روپه. آه بشک. دیگه نه. اینجا رو یک سوال بسیار جالب. از طفولیت در ذهن تو در دلت چی آرزویی داشتی که تا حالا نرسیدی برش؟ والا آرزوها خود زیاد هست خیر و ببینی امویش که آرمان‌ها زیاد هست. مهم بوده و میخواستی و نرسیدی چی بوده؟ من میخواستم که به هموطنهای خود کمک کنم و خیلی میوه هایی که تا بالی ندیده باشند، مثال در افغانستان اینطور میوه ها پیوند کنم و تیار کنم و برشان برسانم و کسب علاقمندی خودم هم ارمان و کلان خودم هم اینه میست که گلفروشی خوب کلان داشته باشم، خوب جای لکس داشته باشم دیگه، از طرف شارواله کدام ممانعت نباشه برای من. این دیگه از همون طفولیت آرزویت بوده؟ اینمی خوشم است، اینمی آرزوی من است دیگه. آرزوی دیگه ای ندارم، تنها به اینمی آرزو و هموطنای ما آرام باشه، خودم آرام باشیم، فامیلای ما آرام باشه، جنگ جدل نباشه، اینمی کل چیز از برای خدا ما کمت نکنه. دیگه. خدا خیرت بده. خیر. پروردگار در کار و بارت هم برکت اضافه بکنه و امی آرزویی که داری، امی تو گلخانه‌ای که میخوایی، انشالله یک روز بیایم که ما یک گلخانه جور کنیم. آمین. چرا؟ خدا کمت نکنه. یک جان تشکر. بخیر باشی بیادر، به کارت برس که مزاحمت زیاد نمیکنیم. خیر نصیبتان. بخیر باشه. سلام علیکم. پدر جان مونده نباشی. صحبت بخیر. خیرت بخیر هستی؟ جانت جور است؟ خیرتی است؟ بخیر باشی. چیول داری؟ دمی چی چرت غرق بودی اما تو؟ والا چون تا روزگار است. قیمتی سگ مالا بیار اینجا کسی نمیگیره. اونجا خریدن نمیشه، در مارکت اینجا کسی نمیگیره. اونجا خودت خریدن نمیتونی اینجا مردم. قیمت است اینجا. اینجا بیار مردم ضعیف نمیتونن. چی آوردی بیادر؟ مرچ آوردی؟ فاصله آوردی؟ فاصله آوردیم، فاصله زرد است، سبز است، مطر است، مرچ است، کدوبک است، بادرنگ است. همه است. خدا. نه آغاز کردی بخیر سر کار دیگه. یه وقت آمده بودی. یک دو سه ماه میشه. فعلا نه آغاز کردی دیگه. نه شروع کردی با تازه کار. آوردم، این مال تازه آوردیم. توکل به خدا. خدا مهربان است. دمی دو سه ماه هم اینجا بودی دمی موقع. این نمیجا است. خانه هم اینجا 500 فامیلیه. خانه که رئیس کن این سرون کوسا خب نزدیک هستی خیلی. آزا خانه آزا مسجد میشه. نه دوده نزدیک هم خدا کمت نکنم. موضوع ما امروز بسیار یک موضوع جالب هست. از این زمان طفولیت تا به میاله چی آرزو در دلت بوده که برآورده نشده که نتونستی؟ از همون خوردی میخواستی یک کار بکنی نتونستی یا برآورده نتونستی یا انجام دادیش نتونستی؟ چی بوده که بسیار مهم و جالب بوده؟ پیش از او خب بچگی بوده، فهمیدی نمیفهمیدیم که او تا میره و بالا. وقتی که ما زندار شدیم غم روز و روزگار حال بر یک لقمه نان ایران ماندیم. فهمیدی؟ تا جوانی تا دوره جوانی تان در مکش پوکتان چیز ارمان آرزو داشتین که من یک وقت اینو یک کار بکنم و نرسیدی به او؟ ارمان داشتم، فهمیدی که من دکتر شوم، انجینر شوم، درس بخوانم، غم روز و روزگار نشد دیگه. تا صنف 10 مکتب خواندیم، علاج کردیم، ایران رفتیم دیگه. ماندگم سخت است برای دیگه، سخت است، مشکلات است. حالا سر بچه ها درس میخوانی یا نه؟ یک بچه من خلاص کرده دیگه ایش خورده است. خب انشالله که سر از ما زحمت بکش که امی
آرزو و ارمانی که در دل خودت مانده در دل از او نمونه. خدا کمت نکنه بیادر. پروردگار در کار و بار در رزق روزیت برکت اضافه کنه. چیز گفتنی و پیام اگر بر وطن دارا داشته باشید. بخیر باشید. خدا کمت نکنه. بخیر باشید. یک جان تشکر. بخیر باشید. خدا. خوب است انشالله بخیر هستی جان و جور است چیال داری خیرتی است خدا کمت نکنه چیال داری الله خدا را شکر رومی از خودت است یا بادرنگ والا این چیزا را که میبینی کلش از خودت است الحمدلله خدا بشک والله بشک چیال داری دیگه خوب است الله خدا را شکر الحمدلله چطور از کاروبارا بازارا والا خدا را شکر است ناشکری نشه خوبه میشه یک چیزه شکر فضل چقدر وقت میشه که کارو میکنی والا ما خب خیلی وقت میشه این کارم میکنم خود تازه که در افغانستان آمدیم یک 3 سال میشه از کجا آمدی ما والا از پاکستان آمدیم خب تازه که از پاکستان آمدی 3 سال میشه دیگه تازه نمیشه تازه یعنی دمیجه دیگه 3 سالی جا میشه دیگه اموجا سپری کردیم درس مرسم اموجا خوند شکر اموجا درس خواندیم کلان اموجا شدیم کل چیزا ماشاءالله بشک والا چی وقت رفته بودین بازوجه چند سال بودین والا ما دیگه در وقت رفتیم ما که پیدا نشده بودیم آقایم چون رفته بود باز پیدایش ما اموجا است پاکستان در کجای پاکستان تولد شدی چکوال بشک بخدا خیلی 3 سال از افغانستان اومدی چطور از افغانستان والا خوبه شکر خوبه خوب جا خدا را شکر خدا را شکر اوجا در پاکستان چی کاروبار میکردی والا اوجا یک تا کراچی میوه داشتیم اوجا خوب کاروبار است ایجا والا اوجا هم خوب است اینجا هم خوب است اردوش خوبه ایجا وطن خدا دم است دیگه اینجا وطن خدا دم است خوب است اینجا هم یک ذره سختی از زیاف است دیگه کاروبار خوبه شکر فضل خدا هم یک ذره جنجال و نایه و می طرفی که تو راست دیگه خدا را شکر ما از هیچ کس تو ویلا اسپیکر که گل کل اولاد خیرت خدا مشکل از هیچ کس ما ندیدم شکر خدا کمت نکنه خیر امی کل ما و شما دمی جوانی دمی دوره طفولیت یک آرزو دمی دل داریم نه که اینی کلان شویم اینی کارا بکنیم چی آرزو و چی ارمان داشتی میخواد آرزو را پرسان نکو دیگه نه دیگه خب پرسان میکنم گمش که آرزو را پرسان نکو با آرزوهایم کلش رسیدیم یک شکر آرزو پرسان نکو دیگه آرزو ندارم ما شکر با آرزوهایم رسیدیم متعهل هم هستی؟ دیگه تو دیگه متعهل هستی که میگه من شکر به کل آرزوهایم رسیدیم در دوره طفولیت آدم یک ارمان یک آرزو می داشته باشه که من کلان شوم ببخشی مجرد هستم خیانی دیگه به کل ارمانایم رسیدیم اكو ارمان گفتن میشه او رو سکو دیگه او نصیب قسمت شد نشد قصهش نیست منوش بخدا دیگه به ارمانایم شکر رسیدیم من که پدر مادرم زنده است و من کل جهانش خدا کمت نکنه خداوند خیرت بده همین سایه پدر مادر بالای تمام جوانای ما باشه و خداوند یک لحظه خوابشان کم نسازه آمین خداوند عمر ما رو به اون پدر و مادر ما الهی آمین الهی آمین همین کسایی که پدر و مادرش حیات است قدرشان نمیال بفهمن اینمی زمان که قدرشان نفهمین یک زمان میشه که باز نیستن باز دیگه و آخر چی که آدم باز وقت فایده نداره زنده را تا زنده از باید به فریادش رسید ورنه بر سر مزارش آب پاشیدن چیز قربان باز فایده نداره خدا کمت نکنه بیادر یک جان تشکر پروردگار در کار و بار برکت اضافه بکنه یک جان تشکر خوش آرام باشید و سلامت شما هم یک جان تشکر صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطن دارا خدا کنه که تا ایدم برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه ما را تا آخر برنامه بیننده باشید بخیر هستین خیرتی است چیال دارین بیادر خوب هستین خیرتی است جانتان جور از باش که مدینی وسطتان استاد شوم شما در گرد بر ما استاد باشین چیال دارین خوب هستین ان شاء الله بخیر هستین خیرتی است استاد خودت خوب هستی سلامت باشی بخیر باشی آرام باشی امید تو نام خدا استاد هستی و خیلی امید شما را که ببینیم تو ما خوش میشه خدا کمتان وقت دورون خدا کمتان نکنه
شکتان است والا. چی مصروفیت چی کاربار؟ ما خیلی میشه دریور هستم. دریور لاین خوجه باورای جدید. اینی بدر دریور معلوم نمیشه. ما هم دریور هستم. دریور هم است. دریور است. من خدمتگارم. هم نماینده استی هم نماینده دریور. است. نام خدا آدم خدمتگار. خدا کمت نکنه. همین وظیفه کل ما و شماست که با این کشور این مادر ما خدمت بکنیم دیگه. والا میجا کلان شدیم از همین کلان ما کدامین سیر ما کدا. اینمی خاک دمی خاک بزرگ شدیم دیگه. خوی مثل مادر است دیگه. خیلی وظیفه کل ما شماست خدمت بکنیم. وجدانی ایمانی کل ما شما نیست که باید به وطن خود خدمت کنیم. خیر ببینید شما بچه‌ها جور هستین؟ چال دارید بخیر هستین؟ نام خدا جوانام دیگه ما تو جوانا دیگه خدا کمتان نکنه. چی مصروفیت چی کار؟ ما دریور هستیم. خب کلتان این بازی نام خدا تو دریور خو هستین یک سواری و مشتری هم هست؟ نام خدا قسواری سعی کنی حال اسم سواری است. یعنی گاکا سواری خو نمیرن نمیرن. سواری هستن خو نمیرن. نمیرن. چقدر وقت میشه که در تاکسی اینا کار میکنی؟ یک 12 سال میشه. کاکا شیر است 1 4 سال نام میشه. همین دریوری یگان تا میگه والا سر جلو که شیشتی بسیار کار آسان است. خب سر جلو هستی اون خنک شد بخاریش روشن میکنی گرمی شد ایسیشه. همین کار آسان است به نظره. بسیار آسان است. بسیار. آسان است با گریزان است. نه راست میگه بعضی کسا میگه والا بسیار راحت است. من میگم سخت ترین کار اینه می تاکسی اونی. مسئولیت داره بسیار سخت. مسئولیتش بسیار بالاست از کل چیز کده. خیر هم ببینید. یک چشم به هم زدن امکان دارد که یک نفر بزنی خیر ببینید. دیگه بسیار کار سخت است. هر کس که میگه کار آسان است اشتباه میگه ایگه. با خاطر که می دریور میگه باید 4 5 تا چشم داشته باشه. همین شیشه عقب سعی کنه، همین شیشه عقب بالا رو سعی کنه، هم پیشوری خود سعی کنه، هم فکرش در دروازه باشه که سواری تا میشه. ای جنجال داره. مشکل داره. من تقریبا 25 سال میشه تاکسیوان هستم. 25 سال میشه. من تاکسیوان هستم. دیگه بعد دو تخم چشمت باید در سرک. ولی نماینده بیچاره یگان ماش هم تعیین کردن میتن نمیتن. یگان انرژی یگان لپ جب شخ. خو انرژی شخ لپ جب شخ میگیریم. بس قدر زر همین 5 6 سال 7 سال میشه که این آدم میشه از به خدا کدام دی از نفر نگیره. باز خوب کار میکنه یا نه؟ آه نه نفهمیدم شعر و خود شما از بچه شما. شعر و ریامن. خب بشک به خدا. از این تاکسی هیچ امکان نداره تاکسی خو می کل از این صبح که ما برای تا شب خاطره است. خاطره. یک خاطره جالب ته بر من قصه از تاکسی ونی. هیچ یادت نمیره. خودش فهمید دیگه که من چی رو میگم. این خاطره جالب از کاکاشیر پرسان که بسیار خاطره جالب شیرین است. از وام پرسان میکنم تو خاطره خدا هر گل میگه بوی خدا داره. خاطره جالب زندگی یک روز بود یک سواری دوست داد که فهمیدیم من تاکتی سنگی میره. خیر ببینید. این بعد 6 10000 آواز کرد قیمتش جور نمیدیم. همین 2.5 ساعت 3 ساعت بعد که 10000 پیش کردم من فکرم که بعد 6 تا پیش چیز کتی سنگی رسیدیم اداره ما اون طرف پل تا میشه همش اون طرف واسه میگم که این مدار ایت کس نیست نم کلا کلا خاطر پاس وقت روزه خو نبود نه جور دار یعنی خاطر جالب زندگی تکسیوانی است کشتی ما را بقرا حالا ما سعی می‌کنیم مردم دیگه برای سیاست از فهمیدیم بعد که تاشید مدرسه رو پول میره اوسونم سعی می‌کنیم که داینا هیچ کسی نه خدا بده همون طلاقات پاس میای این یگان دفعه که میگه که سوریایتون قصه کنین خزینه می خاطر که اینه تو گپواره داره دیگه آی گبارا داره خوب در جان نوبت سر خودت آمد خمانده کو یک خاطره جالب تو خاطره کل این مردم هم میبینی خاطره است. من خاطره جالب ایت ندارم خیر خشنگ. امور بر ما قصه والا چی قصه کنم؟ همه سابق فیلمو بود نه یک آهنگ یک جنگ میگفت اینا یک خنده کردیم تو جگرخونیش قصه کو والا جگرخونی نمیماره مرا به خدا در کار نمیماره. جگرخونی در کار نمیمونه. خب خاطره جالب از میز کی در کار نمیمونه. خب میفهمی تو چرا در کار نمیمونه چون این اندیوالای شکایت کردن گفتم ما مالیات میتیم ما تکس میتیم ما سر ما رنگ شده ما چرا کارو کم میکنیم موتورهای شخصی چرا کار زیاد ما رو بند کنیم این یا خودشان شکایت کردن نه میکنه دیگه یا هم شکایت میکنن هم دردی خیر ببینی هم میبرن هم دوست با خاطر از یک ترانسپورت یک رنج دیگه خیر ببینی همه ما و شما که بیرون برایم
همین پروردگار روزی هر کی را جدا کرده. من از تو را نمیخورم، تو از من را نمیخوری. بیخی ضمانت شدگی است. پس چرا نیت‌های خودت نه خراب بکنیم؟ با خاطر از اون میفهمم که روزگار مردم هم خراب است. خیر که ببین. میاد باز یک نوبت میدم میگه برو یک ده تا نمبر از میام. خانه تا با قیام مسئولیت در گردنش امیدشون است. نمیکنم اصلا. این حال خیلی خاطره جالب تام قصه کو. خاطر چی خاطره والا داری؟ واقعیت هفته و بخی مرا گنگ سگی جام کرده. خاطر همی است که ما که مسئولیت دارم. خیر. دبی جبر ما ترانسپورت و ترافیک گفته که 2 متر بالا نمونی. 2 متر 3 و 4 که شد میخواست که ترافیک ببره. خب خیر. من مثال جگر میدم که رفتم مثلا بوم خیلی وقت زدم. امی دلگل از ایراد به زیر زنه کما. ترافیک تو زدن کدی من شهرک میبردم شهر ما کدی باش کدی گفتم برو بچا فایده کدی. ها این خاطرات نجاتش دادی دیگه دم یک باکس. میاد زدن که زدم دلگلش بری نجات داد. ما کمتان نکنه بیادرها. چی پیام و چی گفتنی برای وطندارا داری؟ پیام از جمعی از آمدنان ما که فهمیدی و خوش آرام زندگی باشه. بخیر سلامت. انشالله پروردگار در کار و بارتان، در رزق و روزیتان، در عمرتان برکت اضافه بکنه. یک جان تشکر. زنده و سلامت باشین. یک جان تشکر. خیلی خوشحال شدم. همین کدتان صحبت کردم انرژی گرفتم بیخیر. یک جان تشکر. زنده و سلامت باشین. یک جان تشکر. خیر نصیبتان. بخیر باشین. خدا کمتان نکنه. خیر نصیبتان. صحبت‌های خودم می داشته باشین وطندارای نازنین. ما را بیننده باشین. سلام علیکم. بیادر مانده نباشی. خوب است انشالله. جان جور است. خیرتی است. چیال داری؟ صحبت بخیر. صبح تو بخیر. چی گپ است؟ فضل خداست. شکر است. خوب فارسی یاد گرفتی مگه؟ والله خدای کابل خورد کلام شدم فهمیدی؟ ها. ها که اینجا فارسی یاد نکنی در کجا یاد میگیری؟ ها. تو هم راست میگی. چی مفروشی بیادر مخصوصا از ریت نفهمیدم. این را میگه بیادر شورک. این مردم فارسی زبانه و ما برش میگم سرمه. سبزی است بسیار خوب سبزی است. از این چی جور میشه؟ سبزی جور میشه؟ بولانیم جور میشه فهمیدی پالک واری پختم میشه کتنان خورده میشه. ها. هر چی بس این تو فکر کو که نعمت الله است. این کیلوی چند است؟ پاو چند است؟ گرام چند است؟ این که است کیلوش 20 روپیه است فهمیدی چارکش یگان نفر فهمیدی که تعداد زیاد باشه. بس چارک سیم برش میتم چلم میتم برابری است دیگه با نفر سه میتم. خدا کمت نکنه. خب کیلوی 20 که باشه چارک 30 روپیه میشه دیگه. خود 40 روپیه فهمیدی چارک یگان تا که به پیسه باشه 40 روپیه میدی. یگان تا که به پیسه باشه 30 میتم برش. به شک است. اینی دیگه از چی است؟ این که است ایرا شلخه میگم او مردم فارسی زبانه که است ای برش ترشک میگه. این خوب است کتی بسیار خوب سبزی چی میشه. این دو تا رو باید میکس کنن. این توشک است دیگه. مهم نیست که میکس کنه یعنی خوب که میکس کنه خوب مزه میکنه. بازی جدا خورده نمیشه؟ نه جدا خورده نمیشه. این توشک است دیگه. ترشک است ترشک. این حتما که از من دادی ترش است باز. این شیرین است. این ترش است بسیار فردش میاره. او چند است باز؟ او که همی فهمیدی 1 کیلو کی بگیره فهمیدی 1-3-4 برگش مندازم خلاص. او هم تو رایگانه. رایگان است. نه وزن خو میشه. رایگان نیست خو وزن که تازی میشه دیگه. خو همی یک گپ است. برای ما یک چیز است خو به یگان مردم باستانه خوش داره. او یگان تا کتیش میکس. چقدر وقت هستی کار میکنی؟ والله یک داروش میشه. نه پیش چی مفروختی؟ پیش ازی فهمیدی مستری توب میکردم در عزیزو تک. آفرین. بشک والا. اینا یک ذره کارم به سر است فهمیدی؟ با می خاطری وطنی سبزی است ما گفتم بیا میرا بیار. خیر ببینی. از صبح تا چقدر فروختی تاله؟ بی تو فکر کو که 300 روپیه شده تقریبا. 20 روپیه دیگه. 20 روپیه چارکی 30 گډوډ است تو مال چینا. خدا مهربان است که تا شام قدم بوجی موجی کلش یک جای سودا میشه ان شاء الله فهمیدی تا دیگر
وقت نماز فهمیدی خلاص میشه که بیخی زور شود. خدا کمت نکنه. زنده باشی. پروردگار در کار و بار رزق و روزی الهی برکت امین بندازه. در کل امت مسلمه. چی گفتنی و پیام برای وطندارای ما داری؟ والا فعلا خود چیز پیغام ندارم فهمیدی خیلی تو جیگرخونی از فهمیدی. هفته و تایید آها است. والا برای هفته و خراب کرده. آها والا وضعیت خراب است فهمیدی سر به خبرش میگم که زنده و سوکاله باشه. خداوند کمت نکنه. زنده و سلامت. تشکر. یک جان تشکر. خیر بید. بیادر مقصد نصف است. حالا حساب گدوات کردم سرت دیگه. مونده نباشی. خوب است ان شاء الله. خیرت است. خیرتی است. چی حال داری؟ چطور از کار برو؟ کاروبار شکر است الحمدلله. خداوند سر پیسایت برکت اضافه بکنه. زنده باشید. 3-4 برابر شد. خوب هست ان شاء الله. بخیر هستی. چطور از بازارهای تربوز چطور است؟ بازار خوب است دیگه. هوا گرم باشد خوب است. هوا گرم باشد. اگر بارونی باشه باز در هوا دیگه سرد نباشه خریدش کم میشه. بشک. چقدر تربوز آوردین هم خدای جا خب بسیار زیاد تربوز است. این تا چی وقت دوام میکنه تا چی وقت خلاص میشه؟ فروشات چطور است؟ همون 3 سال سر 4 سال سر میرم یک 4 روز 3 روز پنی در بر ماشاءالله. خیلی خوب فروش داره. یکی هم خود چارایی است دیگه سر چارایی که است دیگه فروشات باید خوب باشه. کما که روی تام دور بده که وطنداران ببیند که دونم خدا که پیسه داره. دیگه در فامیل خود نسبتا ما قیمت صحیح نمیره مثلا. خب اما یک چیز مقصد سیرانیش کم هم بانه خب بانه مقصد حالا خب کاروبار اگر ضعیف است خیشتو کنه مردم ما یک کمک که به پیسه هستن دیگه پیسه خب کلا ملت از وجه سوقیت مشکل نیست در مارکت فلان تربوز قیمت 220 روپیه در مارکت است 220 خب یک چیزی هم کرا میخوره دیگه چاول هم سرش یک مامر سر مردم 250 وای میکنه مردم به در فامیل نمیخره نمیخره سرچ دویش اگه میرم 220 میفروشم سر مردم خب یه شیرا حالا گیر انداخته دیگه شیرا خواه است فعلا شیرا خواه کدام دانش بیدار نکنیم برد یک دانش بیدار حالا فعلا نیست بی خواه است باره که ما اینجا تربوزم توتم آدم میشه این جوان کات لغمان بیا دیگه پیش بیا دیگه بیا خانم رئیس پیش کنه بیا دیگه شیر جپو بیا نه که حالا ما یک دانه تربوزم میخریم همین تربوز مزه ما بده یک دانه شیر خوب مزه‌دار برامون بگو حالا شیر فعلا دیگه نه دیگه چه خلا اونو سونا او است اونو اصل شرگوی که است اونو خودت اینجا چی وظیفه انجام میدی من بیکار هستم بیا اینجا خدا کمت نکنه چی گفتنی و پیام برای وطندارای ما پیام دیگه فامید خداوند این وطن و فامید صلح آمده دیگه هم صلح بیشتر بگردانه اتفاق اتحاد مسلمانان را بیشتر بگردانه الله پاک وطن ما را آباد کامیاب بگردانه خدا کمت نکنه این موضوع ما امروز که برادرها صحبت کردم موضوع ما بخی یادم رفت دمی دوره طفولیت دوره جوانی نوجوانی یک آرزو دمی دل آدم می باشه از این طفولیت چی آرزو در دلت بوده که برش نرسید حالا تا چی ارمان در دلت بود فهمیدید الحمدلله چیزی که از خدای خداوند بر ما داده همین شکر که الحمدلله مسلمان هستیم بهترین امت هستیم فهمیدید برادر در وطن خود زندگی میکنیم و در فهمید رزق حلال پیدا برای ما افتخار است باشه هستیم الحمدلله فعلا چی بخوایم دیگه کدام ارمان نداشتی زمین خورد ترقی که نرسیده باشی ارمان دیگه ملت تحصیل کردیم تا مثلا فنون مکتب خواندم بعد از مشکلات ها بود نشد دیگه خواستم امید که انجینری خیر ببین خب کشیدم از داخل قلب تا آخر گپانه به قسمت نبودم مشوق موافقه انجینری در دل ما بود خیر ببین حالا عروسی کدی اولاد الحمدلله شکر مال خدا صاحب سیدن اولاد ما سیده بچه کاریم هست اینا حالا خیر امی زحمت را سر از اونا بکش ما شما را روزگار نمون که همون چیزی که میخواستی همونا شود یا هر آرزو
خواسته که داره اما با رضای خود برسه. بچه‌های صاحب با فکر ما یعنی روزی را الله پاک میرسونه. خیر بگو. خدا خودش وعده کرده. خب با فکر ما یک پدر باید خدا روز نبیاره. خب باید گدایی کنه سر اولاد خود تعلیم درس کنه. تحصیل کنه سرشان درس کنه. یعنی گدایی کنه سر اولاد خود تعلیم تربیت درس شود. بخوام. خدا کمت نکنه برادر. پروردگار در کار و بار در رزق و روزی برکت اضافه بکنه. یک جان تشکر. زنده و سلامت باشی. خیر نصیبتون. ما دیگه صحبت‌های خود ادامه میدیم. یک دونه تربوزه کم میخریم ان شاء الله. باز بعدا نوش جان میکنیم که هوا گرم است دینمی هوا دیگه تربوز میچسبه. صحبت‌های خود می داشته باشیم. ما رو بیننده باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. ماندنه باشی لالا خیرتی جان جور است. چیول داری؟ خوب است ان شاء الله. خیر نصیب بخیر باشی. قربان سلامت. واه 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 واه. چطور است تو زمینیا؟ خوبش هم میتمد مگم نخوری. سالی کو خلاص. میتمد نخوری سایلش کو دیگه والا بسیار خوب. نه مزاق کردم بابا نوش جان تو مزاق کردم. خیر نصیب خوش بخیر باش چیول داری؟ خوب است. شکر فضل خدا خیرتی ام بخیر است. خدا کمت نکنه. چطور است بازارکا چطور است؟ کاروبارا چطور؟ خدا را شکر است. هزار بار شکر. راضی است. دلت است یا نه؟ خدا را. خدا را شکر. خدا را شکر. راضی سیم از خدا کمت نکنه. چیا داری برای فروختن بیادر؟ همین غریبانه است در کیویس که مقصد ما در مصاحبه مصروف هستیم بیادرها پوست کردن روی زدن ریسا روی تا ایسوی دیگه نه پیسه زور میتوا صحیح است که مقصد رئیس موز خیر ایدانه گپ نداره بخوره یا رئیس معلوم شد بچه‌ها بشین خدا کمت نکنه. چقدر وقت است میوه مفروشی؟ تقریبا 3.5 سال میشه. آفرین. خانه اینجاست یا دور است؟ خانه تو جنپه هستن. تو جنپهش کجا میشه؟ تو جنپه خوجا بغرا. دو جنپه خوجا بغرا. حقیقت دور نیستی دیگه؟ نه نزدیکه. نزدیک هستی. خدا کمت نکنه. کیوی چند شده؟ کیوی 50 ربن 60 است و 50 کیوی چطور قدر ارزان است؟ خوب است شکر کردم. شکر که ارزانش من میگم 20 روپیه شود. در کل میگم یعنی نسبت به سالهای دیگه کیوی امسال ارزان تر نیست؟ زیاف نه امسال نه نسبت به پارسال پارسال خیلی میاد. از ایران میاد. از ایران. وا دیگه مصروف هستن دیگه خودشان میوه نمیخوره فعلا اینجا روان کرده. دیگه فعلا دیگه یک دارن که تا 5 سال دیگه هم بخورن بسشان است. آفرین. خدا کمت نکنه. چی گفتنی پیامبر وطن دارو؟ کدام پیام خاص ندارم که یک شعر دارم با این پالوانا هستن. نه به شک. با این پالوانای اصلی یا نه؟ نه پالوانای اصلی خو نمونه کلش نامکش است. یک شعر دارم. آفرین. بگو که بشنویم. میگم هستم پالوان روز جنگ نه از بقا میترسم نه از موش لنگ. آفرین. به شک است والا. برو یک دانه دیگه شعر دیگه هم بگم برو بس هستم یک دانه باز تاریخش دیر میشه زیاد بگم یک دانه دیگه با شاعرای اصلی باز خفه میشه دیگه نه نمیشه دیگه نمیشه دیگه شعرهای برای از گلزاده هم بگم میدونم از کراچی کدام خاطر بد نداره از کدامش اون میلاد که گفته تو نور میگه بگو خب میگه زندگی زندان غم گشت این جهان زنجیر من جوان نامرادم کراچی بود تقدیر من به شک در زمان طفولیت چی آرزو در دلت داشته که نرسیدی به اون؟ والا آرزو خود زیافت هیچ کدامش نرسیدیم شکر با کدام آرزو یک وقت آرزو داشتیم خورد بودیم میگفتیم کلان شیم ریش بکشیم حالا کلان شدیم ریش کشیدیم کاش خورد میبودیم پس هم فرترک شویم در دنیا کل جنجال غم پر یعنی رئیس گلزاده است اگه نباشه اون یک بیادرخوان دیگه من شمسیدم پشت سرت است اگه نباشه نیم چاره رو میلام تو میرم همین 4 تا دوست رفیق است که میگه هستیم خدا کمت نکنه خیلی خوشحال شدیم چی گفتنی پیامبر وطن کدام پیام خاص ندارم دیگه فقط جور آرام باشه خدا کمت نکنه خداوند در کار و بارت برکت میوان اشتیا داره صدقه سر یک جان تشکر نه گفتی سعی کو دیگه من فعلا سعی ما میکنم باز نه خیر نصیبت نکن که نه حالا ما باید کد کریمی نصب کنم کریمی نمیخوره روزه است
خدا کمت نکنه. زنده و سلامت باشی. صحبت های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین. این بیادرم که لی خدا توفه داد، خدا خیرش بده. صحبت های خدا می داشته باشیم، ما را بیننده باشیم. سلام علیکم. بیادر خوب است ان شاء الله؟ بخیر هستی؟ جان تو است. خیرتی است. چی حال داری؟ جان تو است. میگذره. با کمت نکنه. همین تو چرت رفته بودی چی چرت بودی؟ والا در چرت اینمی کار بار بودیم. میگذره تو بازارا امروز صبح کسا خواست مردم. امروز یگان روز خیره دیگه. یگان روز دیگه باز مشکل نداره. دکانک از خودتان است؟ بله. تنها کار میکنی؟ بله تنهاست. دکان تنهایی میشه پیش برده؟ والا مشکل است خدا اگر نمیشه با دو نفر یک دکان حالا همین صرفم نیست ها. دیگه کاروبار کمتر شده. دو نفر نمیشه. یک نفر میکنه. خدا کمتون نکنه. چقدر وقت میشه چه دکان داری؟ تقریبا یک سال ولی کمتر میشه. سری خوجه بغرا نه در چهاره‌ای 500 فامیلی و بیشتر بیادر ما گفت سری خوجه بغرا خانه است من چرت ماندم اونجا دیگه. خدا کمت نکنه. چیا دارین برای فروختن؟ خوراک فروشی خواست نام خدا عمده فروشی هم میکنی؟ نه اونده خونه است کار مکمل پرچون است. میگه بعضی چیزایی هست که اوی گپا در گرمی ها باز یک ذره فروش ها زیاد میشه از اون خاطر زیاد میارین دیگه. زیاد یک خاطره جالب از دکانداری و مقصد. خاطره جالب ولات یک سوال دفعتن کردی که تا چرت بزنم این سوال از یادم یک چرا خاطره تو چرت تا بزن و یک دقیقه که وطندارای ما صحبت خود را می داشته باشم. این چهاره‌ای که است چهاره‌ای 500 فامیلی نام خدا خوب بیرو بارک هم داره، خوب جمع جوش هم است. من خواستم که از تمام صنف‌ها یک تصویر داشته باشیم که تمامشان صحبت بکنم چی دست فروش هستن، چی میوه فروش هستن، چی ترکاری فروش هستن، چی خوراک فروش هستن، که تمامشان صحبت داشته باشم. و اینا رسیدیم پیش از برادر ما که این برادر بالاخره ببینیم که چی شد. خاطره زیاد است. خب دفعتن سوال تو کدام چیزی که پیسه تا برده باشه مثلا خریده باش پیسه را داده باشه رفته باشه. شده گپ زیاد شده. یک روز در سرای شمالی یک دکان داره اینجا از میاده پنجشیر کم بالاتر. در اون قسمت یک آدم آمد یک مقدار سودا گرفت پیسه را داد رفت. بعد از او پس آمد گفت یک تخم چند است یک قالب تخمم بسته که بسته کردم. من منتظر بودم که پیسه میتم را گفت پیسه دادم. پیسه هم تو گرد بعد بود دجیب من کشیدم 500 است. یک دانه 500 بود کنه. من گفتم حتما نمی آدم داده دیگه. بازی رفت دیگه پیسه از این متباقی میده دادم. متباقی میده هم گرفت. در 20 دقیقه که تیر شد یادم اومد که 500 یک نفر همونجا شناخته از دوستا داده بود. بسیار هم تو برام چیز شد که آدم زد جان. باز رفت دیگه متا. رفت دیگه خدا یارو جان اینا تو آدم ها دیگه که اینا تو گپام داره. از این دوره طفولیت تا به حال چی یک آرزو در دلت بوده که برآورده نشده؟ چی آرزو داشتی میخواستی مثلا چی شود که نشد؟ از دوره طفولیت دیگه نمی آرزوی کلگی نمی است که بعد پیسه دار شویم. یک زندگی خوب جور شود برام دیگه. فعلا شکر است. ناشکری نمی کنیم. خوب از بد نیست خب. با او آرزویی که می‌خواستیم تا فعلا نرسیدیم. یا خدا مهربان است ان شاء الله که به آرزویت هم برسیم. خدا کرده پروردگار در کار بارت برکت بندازه ان شاء الله که چیزی که می‌خواستی و آرزویی که داشتی با آرزو و ارمانت برسیم. چیز گفتنی و پیام اگر برای وطن داشته باشی. ما خیلی شبکه را نفهمیدیم که بگیم. استودیوی فراز. خودم گفتنی خاص ندارم دیگه. یک سوال فکر خدا کمتان نکنه. بخیر باشین. انشالله که صحبت‌های خدا می داشته باشیم وطندارای نازنین. ما را بیننده باشین. این جناب خدا خوب جمع جوش هست و بازارها خوب و گرم هست. ببینیم که دیگه چی صحبت‌ها داره.
خب بچه باز برنامه بخیر تمام شد و باز ما پشت زی وطن دارایم دقیق میشم و دلم برشان تنگ میشه. خدا کنه که برنامه امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه و شما کیف کرده باشید. تلاش ما و زحمت ما به می است که شما از برنامه ها لذت ببرین و کیف کنین و مطمئنم هستم که لذت بردین. تا برنامه بعدی، گزارش بعدی که من احمد نوید حیدری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. من چون خودم میفهمم که هر کسی در خردی، در طفلیت یک آرزو و یک ارمان به دل داره و بعضیشان آدم نمیرسه و بعضیشان برآورده نمیشه، ولی خب باز سعی و تلاش خوب است که در زندگی آدم سعی تلاش داشته باشه و تا آخرین نقطه تا که نفس میکشه ناامید نشه. انشالله که پروردگار کمک میکنه. یا او کار در خیر ما نمی باشه یا ما درست تلاش نکردیم یا وقتش وقت نبوده. تا برنامه بعدی که من احمد نوید حیدری باز در خدمت شما حاضر میشم، شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. وفقکم الله. خدا یار و مددگار.